اف پیوین دسپیکا کنفرانسا عراق قدرکی تراژیدیه گوجرخی دکتر عادل باخوان برای ببری ناوند فرانسی جبوی تویجینویان لسر اصل عراقی دهید پیشکش کرن که یک جره خیرین و کنفرانسی لدیف پیوین بخیر هاتنه هر یک جه نیچیروان بارزانی سروک هریما کردستانه و ایریک شوالی بالیوز خانه فرانسا لعراق گوتارین خواه پیشکش کرن نیچیروان بارزانی دو گوتارا خواه داماج بوی چنده دا اگر آلین عراقی شراکت حقیقی قبول کربا نها عراق یک بوج خوشترین ولاتین زفره که لایه بیاوید بچونی خوی بسر همون لایه نکانی دیگه دا بسد یان بو یک لاکردنوی کشکان هنا بو بکارهنانی هز یان سزا بکار رنگ وک اوی همیشه لعراق روی دو بشرا پانیلایی که دست بکر که بناو مجوی عراق لساتا وقتا هر دو دا گیرکارین بریتانیا و امریکا دا برای پانیل پروفیسور جان مارکو بو هر وسا اوین آخفتن دکتور مریم یعقوبی و دکتر عادل باخوان بون لدیف بداوی هاتنا پانیلایی که دکتر عادل باخوان جبوی رادیوی سلام آخوی بحثا گرنگا برای بچونا کنفرانس لوی آوائی کرن گرنگی ام کنفرانس لوایا که اما حول دین دنیای فرانکوفون و دنیای عراقی بگشتی و کردیش بتایبتی بیک و ببستینا اوش للرقاي برهميناني معرفي بيلاينوا لسر امو دولتي كبي وتري عراق همو كسيك كاري لسركا بلان بداخوا جروبي زانا واكاديمي كان بكامي قصي لسركا یک جپشکدار و میوان کنفرانس جی دکتر ریبار بابکی بو که اندام پارلمان کردستانه بنریناوی چندین پانل و کنفرانس دنجی برای و بچن تا که چهار سر جبوی عراق که خوشگذران جدا هاتو جب کردنا دستور با حمیان به جداهی عراق چاوا بحالت که ناسرشتی درست بود هزت کلونیال عراق درست کرد و تا هزت داگیر کرد هر وسا پشتی 2003 حتی ویگوی عراق استقرار سیاسی خواه ندیده لبرچن هوکاره که یک لبروی خوان سیاده خونیه قرار سیاسی دست عراقینه رئیس دستور ناگرید رئیس پیکاته پلورالیسم کمالاتی سیاسی ناگرید بروی چنده اوا هیزو لان سیاسی کردستانه امید سر اواکری او عراق بگرته و دستور بوی که عراق بید حتی عراق دستور جبهه نکرد بنا بو دستوری نبد رئیس المؤسسات نکرد رئیس لیاسا نکرد رئیس پیکاتت عراقی بری ناکری بلین عراق که شین بین عراقیت هی بس نشین بین عراق که وکو خدان باندور وکو خدان سیاست وکو خدان سیاده دوی لروجای که کنفرانس چهار پانل هاتن پیشکش کرن با ایروژی بریاره چهار پانل اندن برای و بچنو دمجمیر چهار و سی خلک ایواره داوی به کنفرانس عراق قدره که تراژیدی بهت با رادیوی سلام سمیر هربویی